بر اثر ظاهراً تصادف در خط راه قطار برقی در شهر مسکو یک مهاجر تاجیک هلاک و یک تن دیگر سخت زخمی شده است. با گفته مقامات امیرجان مینی قولوی 26 ساله با جراحت‌های سنگین در بیمارخانه بستری شده، برهان تقایوی 34 ساله در جای حادثه هلاک شده است. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت حادثه ساعت‌های 22 شب 7 می رخ داده است، ولی تازه شخصیت این دو نفر را مشخص کردند. با گفته او دو مهاجر شبانه برای خریدن شیر بیرون می روند و به خاطر کوتاه کردن راه از خط قطار برقی یا خود الکتریچکا عبور می کنند. هنگام عبور راه قطار برقی از سمت مقابل حرکت کننده را جوانان نمی بینند و زیر چرخ آن می مانند. مقامات فعلا برای به وطن انتقال دادن جسد مهاجر به نزدیکان او کمک می کنند. روسیه میزبانی بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک است که به خاطر دریافت کار به این کشور سفر می کنند. از هلاکت مهاجران در صدمه‌های راه و نقلیات، هلاکت هنگام ساختمان بلندآشیانه زود در مطبوعات روسیه نشر می شود، ولی سبب‌های مرگ مهاجران در اکثر حالات تا به آخر تحقیق نمی شود. سال گذشته تابوت 966 نفر مهاجران تاجیک به وطن انتقال یافته است که با دلایل گوناگون در روسیه فوتیدند.